قسمت‌های چالشی فصل‌های فیزیک سه‌پایه. فصل 1 دهم چگالی. فصل 2 دهم لوله‌های یو شکل و فشارسنج شاره‌ها. فصل 3 دهم قضیه کار و انرژی درونی و پایستگی انرژی مکانیکی. فصل 4 دهم دمای تعادل و محاسبه گرمای لازم برای تغییر دما و تغییر حالت. فصل 1 11 قانون کولون و نیروی الکتریسیته و میدان الکتریکی. فصل 2 11 مدار تک حلقه با یک باتری و تکنیک های حل مدار مثل تقسیم جریان، ولتاژ و توان. فصل 1 12 نمودار حرکت با شتاب ثابت. فصل 2 12 حرکت جسم در راستای قائم و حرکت جسم روی سطح افقی. فصل 3 12 انرژی در حرکت هماهنگ ساده، بازتاب موج و شکست موج. فصل 4 12 گسیل و جذب فوتون، مدل های اتمی و انواع واپاشی.